لیکن این کم صحبت کردن فردوسی در شاهنامه درباره اسلام اویسی طبیعی است یا نیست؟ به فکر شما طبیعی است؟ طبیعی است. چرا؟ چون شاهنامه درباره مسلمانان هست یا که درباره حیات فارس ها پیش از اسلام است؟ کدومش است؟ پیش است. بنابراین درباره حیات مثلا فارس ها که پیش از اسلام بحث میکنند، درباره اسلام کم گپ این چیز طبیعی است. نباید که درباره اسلام گپ نزد سوای مسلمان نبوده است. این فکر غلط است. چون فردوسی خودش گفته است که من درباره اون چیزی که مثلا در کتابای زرتشتی و درباره متن‌های پهلوی که اومده بود و بعضا چیز تاریخی امروز جمع کرد برای ما پیشکش کرد برای اینکه گم نشود. این چون ببین موضوع اصلی و محتوای این اثر چی است؟ سراپا حماسه است. حماسه خونی است. بنابراین چیزی اسلامی کم در ندرت مثلا اشاره میکنه. موضوع اصلی چی است؟ روایت تاریخ عجم است. یعنی که غیر عرب، یعنی فارس ها هست. بیان روزگار فارس ها پیش از اسلام است. بنابراین ما یعنی عنصرهای مذهبی اسلامی رو در شاهنامه کم می‌بینیم. سببش همین است. دوباره تکرار کنم. یعنی که یکمش بوده است موضوع اصلی و محتوای این اثر چی است؟ حماسی است. دومش روایت تاریخ عجم است. سومش چی؟ بیان روزگاری فارس ها پیش از اسلام است. همین سبب شد که فردوسی چی به عناصر یعنی که مذهبی اسلامی رو در اون کمتر بیان کرد. جز در مقدمه و گاه در بیان حال میبینید که در کجا ذکر کرده است.